شاهداروی طب سنتی. هیچ کس تا حالا بهت نگفته بود که یه قاشق غذاخوری حنا، یه قاشق غذاخوری نوره، نصف قاشق غذاخوری نمک، نصف قاشق غذاخوری گلاب، یه قاشق غذاخوری سرکه سیب، همه این موارد رو با هم ترکیب کن، خمیری میشه. جمعه ها صبح وقت تو خالی کن، 3 ساعت کف پات قرار بده. هرچی سودای سوخته است از کف پاهات بیرون میکشه، عفونت های بدن تو درمان میکنه. افرادی که کمردرد شدید دارن همین ترکیب و 10 دقیقه الی 20 دقیقه روی کمرشون قرار بدن. بانوانی که درگیر کیست سینه هستن همین ترکیب رو روی سینه هاشون قرار بدن، ناحیه‌ای که درگیر شده. بعد از 10 دقیقه هم شستشو بدن. اگه عفونت‌های بدنت خیلی شدیده، ترکیبی که میخوام با حنا برات توضیح بدم تمام عفونت‌های بدنت رو درمان میکنه. توقع خاصی هم ازت ندارم. پیج و فالو داشته باش، کلمه حنا رو کامنت کن تا طریقش رو برات ارسال کنم. این ویدیو رو برای همه دوستانت بفرست تا اونا هم آگاه